فیلی و برفی. این داستان فیلی و رد پاهای بزرگ. بودو پاتو بشور برفی. یا بای یادت رفت در ببندی. دارن تعقیبمون میکنن. اینا احتمالا رد پاهای هپریه که داره یواشکی دنبالمون میاد. میدونی هپری ها 4 تا پا دارن، 2 تا پای بزرگ و 2 تا کوچیک. وای میدونی برفی یه هپریه که یواشکی دنبال بقیه راه میفته. خیلی گندش و خیلی هم پشمالوه، با چشمای صورتی و پوست راه نقره‌ای و پاهای خیلی کثیف. اونا هیچ وقت خودشونو نمیشورن. واسه همین ما باید ببریمشون حموم و حسابی با آب و صابون اونا رو بشوریم. ببینم تو که همیشه حموم میری نه؟ تقریبا تمام شد. هی ببین این یه هپریه داره همه جا رو کثیف میکنه. وای رفت به سمت صندلی. زود باش برفی، بجون گرفتمش. اونجا حالا گرفتمش. چقدر سریع را میره. برفی بیا دنبالم، زود باش. هی وای رفت پشت ما. نذار در بره، ما میگیریمش. تکون نخور هپری. هی هپری باتم تکون نخور. هی هپری گنده. هی کجا در میری هپری گنده؟ کجا میری؟ برفی برو دنبالش، زود باش. از اون طرف. آها برو دنبالش برفی. زود باش که از اون طرف داره میره. نه اینجا نه. کجایی؟ الان بگیرمتون. ببین برفی اینجا هپری رو سخت میشه گیره با. وای مواظب باش برفی جونم، ما باید همه اونا رو از اینجا بندازیم بیرون. بجون برفی، تو باید اونا رو پاک کنی. برفی بجون. رفتن روی دیوار. نگاهی کن. هی برفی باید اونا رو پاک کنی. زود باش وگرنه مریض میشیم. بیا برفی. چه اتفاقی افتاد؟ ما افتادیم پایین ولی خب نزدیک شدیم. بیا برفی جون. الان میگیرمشون. این زیرن. چی؟ اونا به پام چسبیدن. هورا بالاخره موفق شدیم. وای بالاخره هپریا رفتن. حالا دیگه بلدیم چطوری اونا رو بگیریم. برفی جونم اونا دیگه هیچ وقت سراغمون نمیان تا ما رو مریض کنن، مگه نه؟